سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خیلی عالی باشه. امروز می‌خوایم با هم دیگه یه درس جدید توی ریاضیات بگیریم. مبحث ضرب عدد در کسر. بچه‌ها خوب به این شکلی که کشیدم دقت کنید. بهم بگید که اول از همه شکل ما اینجا چند قسمتیه. بیاید با هم بشمریم. 1 2 3 4 5 6. من اینجا یک دایره 6 قسمتی دارم. بچه‌ها حالا میتونید به من بگید چه کسری از این دایره سبز شده؟ آهان، 1/6. 1/6 به رنگ سبزه. حالا میتونید بگید چه کسری به رنگ قرمزه؟ 1/6 هم به رنگ قرمزه. حالا به رنگ آبی خوب توجه کنید. کسر قسمت آبی رو به هم بگید 1/6. خب حالا به این سوالی که اینجا براتون نوشتم خوب دقت کنید. بچه‌ها توی این شکل ما چند تا 1/6 رنگ شده؟ چند تا 1/6؟ خوب نگاه کنید. 1/6 اینجا داشتیم، 1/6 اینجا و 1/6 اینجا. روی همدیگه میشه چقدر؟ آهان، آفرین، میشه 3 تا 1/6. حالا سوال، بچه‌ها میتونید شما این 3 تا 1/6 رو برای من به صورت عبارت ریاضی بنویسید؟ بگید که 3 تا 1/6 یعنی چی؟ خوب بهش فکر کنید همه. 3 تا 1/6 یعنی چی؟ بچه‌ها ممکنه بگید که خانم به عبارت ریاضی نوشتن یعنی چی؟ بچه‌ها به این مثالی که میزنم دقت کنید. 2 تا. میتونید بگید 2 تا تو ریاضی یعنی چی؟ آفرین، یعنی 2 ضرب در 2. حالا اینجا رو نگاه کنید. 2 تا 3 تا. این یعنی چی؟ آفرین، اینم یعنی 2 ضرب در 3. بچه‌ها همونطوری که متوجه شدید ریاضیدان‌ها اومدن توی ریاضی یه سری از مفاهیم رو به شکل عبارت ریاضی درآوردن. 3 تا 1/6 یه عبارت فارسیه. من میتونم بیام اینو به یه عبارت ریاضی تبدیل کنم. عبارت ریاضی یعنی عبارتی که توش ضرب داره، تفریق داره، منها داره، تقسیم داره. حالا خوب به این 3 تا 1/6 فکر کنید. بگید که عبارت ریاضی چی میشه؟ آفرین، 3 تا 1/6 یعنی 3 ضرب در 1/6. چون من اینجا 3 تا 1/6 داشتم که میخواستم ببینم این 3 تا 1/6 روی هم دیگه یعنی وقتی با هم جمع بشن چقدر میشن. پس یعنی همون 3 تا 1/6. حالا به شکلمون دقت کنین. 3 تا 1/6 یعنی چقدر؟ 1 2 3 یعنی 3/6. یعنی از کل این شکل ما که 3 قسمتش رنگ شده، 3 تا 1/6 رنگ شده، یعنی 3/6 به صورت کلی رنگ شده. بچه‌ها حالا به این شکل دومی که براتون کشیدم دقت کنید. اول از همه ببینید شکلمون چند قسمتیه. شکلمون اینجا 8 قسمتیه. حالا میتونید به من بگید چه کسری به رنگ قرمزه؟ آهان، 2 قسمت از 8 قسمت قرمزه که میشه کسر 2/8. حالا بگید چه کسری سبزه؟ دوباره 2 قسمت از 8 قسمت هم به رنگ سبزه که میشه 2/8. بچه‌ها من اینجا چند تا 2/8 دارم؟ 2 تا 2/8 دارم، یعنی 2/8 به اضافه 2/8. میخوام اینو به صورت یک عبارت ضرب بنویسم. 2 تا 2/8 یعنی 2 ضرب در 2/8. حالا خوب به شکل نگاه کنید و به هم بگید 2 تا 2/8 یعنی چقدر؟ 1 2 3 و 4. پس 2 تا 2/8 یعنی 4/8. بچه‌ها حالا به هم بگید 2 تا 3/8 یعنی چی؟ 2 تا 3/8 یعنی 3/8 به اضافه 3/8. میخوام اینو روی شکل نشون بدم. یه شکل براش میکشم، هر شکلی که دوست دارم. من اینجا دایره کشیدم. دایره‌مو باید چند قسمت کنم؟ بعد 4 مخرج دارم میگه که شکلم باید چند قسمتی بشه. شکلم اینجا باید 8 قسمتی بشه. 8 قسمت مساوی میکنم شکلمو. حالا 2 تا 3/8 من باید 2 تا 3/8 ازش رنگ بکنم. میام یه 3/8 رو به رنگ قرمز میکنم. این 1/8 2/8 3/8. این شد 3/8 من. درست شد؟ این شد یه دونه 3/8. حالا 3/8 بعدی رو میام به رنگ سبز در میارم. 1/8 2/8 3/8. یه دونه 3/8 هم اینجا رنگ شد. شد 2 تا 3/8. حالا 2 تا 3/8 یعنی چقدر؟ 1 2 3 4 5 6 یعنی 6/8. بچه‌ها حالا فرض کنید که به ما یه کسری دادن که کسر بزرگیه. مثلا به ما دادن 3 تا 20 100. میگن اینو حساب کن ببین چقدر میشه. بچه‌ها ما میتونیم برای 3 تا 20 صدم شکل بکشیم؟ یعنی میتونم یه شکلی بکشم بیام 100 قسمتیش بکنم؟ نه نمیشه. پس باید چیکار کنم؟ چطوری باید بتونم بدون شکل اینو حسابش بکنم؟ همه خوب فکر کنن. بچه‌ها همه به این عبارت قبلی نگاه کنید. از این عبارت الگو برداری کنید. ببینید چی شده، چه اتفاقی اینجا افتاده که بیایم واسه این عبارت هم همون کارو بکنیم. همه خوب دقت کنید. وقتی که خوب دقت کنید می‌بینید که اینجا مخرجمون که 8 بوده اومده همون 8 رو اینجا نوشته. پس من برای این همین کارو می‌کنم. مخرجم 100، میام مخرج 100 رو براش می‌نویسم. حالا بچه‌ها توی صورت چه اتفاقی افتاده؟ خوب به این قسمت نگاه کنید. چه جوری صورتم شده 6؟
آها 2 ضرب در صورت من شده 2 3 تا 6 تا. پس من میام این عددمو که اینجا 3 ضرب در صورتم میکنم. 3 ضرب در 20 چجوری حساب میکنم؟ صفرشو در نظر نمیگیرم، میگم 3 2 تا میشه 6 تا، صفرشو میذارم جلوش. پس 3 تا 20 یعنی 60. بچه‌ها حالا ما با توجه به این عبارتی که حلش کردیم، یعنی 3 تا 20 که شد 60 میخوایم به یه قانونی برسیم. چرا؟ چون که گفتیم نمیتونیم همیشه برای عبارت‌هایی که داریم شکل بکشیم و از روی شکل جوابش رو حساب کنیم. ممکنه یه کسری به ما بدن که خیلی بزرگه، من نمیتونم اینجا یه شکلی بکشم که 100 قسمتیه، خیلی زمان منو میبره. پس چیکار میکنم؟ از یه قانون باید استفاده کنم. ما قانونش رو اینجا پیدا کردیم. حالا میخوام اینجا شما برای من بگید برای ضرب عدد در کسر باید چیکار بکنیم؟ همه خوب فکر کنن. آها چیکار میکردیم؟ عدد در صورت ضرب می شود و مخرج به همون صورت نوشته می شود. پس بچه‌ها چیکار می‌کنیم؟ این عدد رو فقط باید توی صورتمون ضرب بکنیم، نه تو مخرج. مخرجی تغییری نمی‌کنه. عدد توی صورت ضرب میشه و مخرج به همون صورت نوشته میشه. خب بچه‌ها خیلی ازتون ممنونم که این جلسه همراه من بودید. امیدوارم که مبحث ضرب عدد در کسر رو خیلی خوب یاد گرفته باشید. یه جمع‌بندی می‌خوام بکنم که ما تا الان چیا رو یاد گرفتیم. ما یاد گرفتیم برای شکل‌هایی که بهمون میدن یه عبارت ریاضی بنویسیم. بعدش یاد گرفتیم برای عبارت‌هایی که بهمون میدن بتونیم شکل بکشیم و تو مرحله سوم بچه‌ها ما به یه قانونی رسیدیم. گفتیم جایی که نمیتونیم از شکل استفاده بکنیم، میایم از این قانون استفاده می‌کنیم و بدون کشیدن شکل جواب این عبارت‌ها رو به دست میاریم. حالا واسه تمرین من ازتون می‌خوام برای این سه تا شکلمون عبارت بنویسید و برای این سه تا عبارتی که بهتون دادم شکل مناسبش رو بکشید. من از هر کدوم یه نمونه رو بهتون توضیح میدم. بچه‌ها به این شکل دایره ما خوب دقت کنید. دایره من چند قسمتیه؟ 4 قسمتی. چه کسری به رنگ قرمز؟ 1/4. چه کسری سبز؟ 1/4. آبی هم 1/4. حالا میتونید به من بگید اینجا چند تا 1/4 دارم؟ بله 3 تا 1/4. حالا 3 تا 1/4 یعنی چقدر؟ یعنی 3/4. جواب عبارت ها رو حتما بنویسید. یه نمونه هم از این بهتون توضیح میدم. 2 ضرب در 2/9. من باید براش یه شکل بکشم. هر شکلی که دوست داشته باشید رو میتونید بکشید. من اینجا میام براش یه دونه مستطیل میکشم. بچه‌ها مستطیل من باید چند قسمتی بشه؟ 9 قسمتی. برای اینکه 9 قسمت بشه چند تا خط باید بذارم؟ 8 تا. 1 2 3 4 5 6 7 و اینم 8. من اینجا یه مستطیل 8 قسمتی دارم. بچه‌ها یه مستطیل 9 قسمتی دارم. من باید اینجا 2 تا 2/9 رنگ بکنم. بچه‌ها این یه دونه 2/9. یکی دیگه هم باید رنگ بکنم که حتما باید با یه رنگ دیگه نشون بدم که مشخص باشه. اینم یه 2/9 دیگه. شد چقدر؟ 2 تا 2/9. 2 تا 2/9 یعنی چقدر؟ 1 2 3 4 یعنی 4/9. خیلی ممنونم که این جلسه همراه من بودید. امیدوارم که موفق باشید. این تمرین‌ها رو حتما توی دفترتون بنویسید و حل کنید و برای من ارسال کنید. خدا نگهدار.